سلام به شما دوستان خوب و باصفای موشکاف. این اتول قراضه ولایت بد جوری آب و روغن قاطی کرده، یعنی فقط یه نگاه مختصر به ورقپاره های حکومتی کافیه تا آدم بفهمه چه گوگیجه‌ای گرفته این آخوندا. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. مثلا یکی از ورقپاره های باند شیخ‌پری سر مذاکرات اینطوری مینویسه اکنون زمینه‌های امضای موافقتنامه نهایی فراهم شده است و امیدها برای رسیدن به نتایج مثبت وجود دارد. اکنون میتوان موافقتنامه نهایی را حاصل شده دانست و امکان تمدید مذاکره را از اذهان دور ساخت. بعد همون روز یه ورقپاره دیگه که مال باند ولایته 180 درجه معکوس مینویسه آنچه از اخبار منتشر شده از مذاکرات برمی آید این است که این دور از مذاکرات برخلاف ادوار برگزار شده در گذشته هیچ دستاورد روشنی نداشته است. این قیقاج رفتن ها فقط مال مذاکرات نیست. الان موتور ولی فقیه همه جوره به روغن سوزی افتاده. مثلا سر وضع و اوضاع منطقه یکی از ورقپاره های باند کوسه از یه طرف اساسی میزنه به تیپ و تاپ ترکیه، یعنی تا نقطه تیزی کشیدن واسه رئیس جمهور ترکیه میره میتوان گفت چشمان آنکارا با رویای امپراتوری عثمانی کور شده است. رجب طیب اردوغان که روزگاری به عنوان یک سوپر استار با دیپلماسی کباب ترکی به هر گوشه‌ای سرک می‌کشید تا از حقوق مسلمانان دفاع کند، به دیپلماسی ایبولا مبتلا شده است. بعد همین یارو تو همین مقاله 4 خط بعد یهو تکاف میکنه و خط ترمز میندازه. چه خط ترمزی! یهو از دیپلماسی ایبولا میره تو دیپلماسی آبل مرغون در تهران نیز این نکته باید باور شود که ایران و جامعه جهانی به دیپلماسی تعاملی دو سویه نیازمند هستند و تخاصم بیمورد میتواند به سرایت دیپلماسی ایبولا منجر شود که اثرات ناخوشایندی را برای ایران اسلامی در پی دارد. میبینید؟ حالا اگه همین خط رو بگیرید برید جلو میبینید قیامتیه. آخوندهای عمامه‌دار و بی عمامه همینجوری در حال گیج خوردن و تناقض‌گویی هست. یکی میگه عربستان کاره ای نیست، اون یکی میگه نه همه کاره است، یکی میگه بزنیم، یکی میگه نه بخوریم. داستان همون کشتی بیلنگریه که کج میشه و مج میشه تا دست آخر قلقل کنن بره زیر آب